شاید باور نکنید بازیگر نقش اوشین در سریال سالهای دور از خانه قبلا چه نقش‌های عجیب و غریبی بازی کرده و زندگیش به چه سمت و سویی میرفته و بازی در نقش اوشین چه تأثیری توی زندگی این بازیگر داشته. اگه دوست دارید ماجرای زندگی این بازیگر پرحاشیه رو بدونید، توی این ویدیو با من همراه بشید. ورود یوکو تاناکا به عرصه سینما به سال 1979 مربوط می شود. جایی که اون به عنوان یک بازیگر 24 ساله برای اولین بار چهرهش در رسانه‌های عمومی قرار گرفت. واکنش‌ها به چهره یوکو تاناکا خیلی مثبت بود. در دید رسانه‌های ژاپن اون خیلی زیبا بود تا جایی که تو سال 1981 یعنی بعد از 2 سال حضورش در سینماها بهش پیشنهاد یک فیلم جنجالی و پرحاشیه شد، فیلمی به اسم ادوپور. او در این فیلم نقش یک دختر نقاش ناموفق فقیر رو بازی می‌کرد. وقتی مردم در سینما این فیلم رو تماشا کردند و همچنین روزنامه‌ها در سطح شهر به یک سکانس چند ثانیه‌ای یوکو تاناکا که توی این فیلم بود واکنش نشون دادند. سکانسی که اون رو کاملاً برهنه نشون میداد. مسیر هنری بازیگری یک زن در کشورهای خارجی توأم با این مسائل هست و تا حدی طبیعیه، اما خیلی وقتها به بهانه این جور صحنه‌ها کارگردان‌ها بازیگران را وارد منجلاب‌هایی می‌کنند که نه تنها مسیر پیشرفتی در کار نیست، بلکه اون زن کم کم تبدیل به یک ابزار میشه. یوکو تا 1 سال بعد از فیلم ادوپورن در یک فیلم به اسم تجاوز جنسی بازی کرد. اون در این فیلم نقش زنی رو داشت که توی راه خونه بهش تجاوز میشه. این فیلم پر از سکانس های عجیب بود. برای دقایق طولانی از فیلم یوکو تاناکا رو بدون هیچ لباسی و در حال حمام کردن میدیدید. اصلاً مشخص نبود هدف کارگردان از این صحنه ها دقیقاً چیه. به نظر می رسید هدف کارگردان بیشتر نشون دادن اندام یوکوتا بود تا نقد تجاوز. این همون منجلابیه که ازش صحبت کردم. مخصوصا در اون دوران که برای این فیلم در رسانه ها کلی بهبه و چهچه شده بود چون این دختر زیبا بود، تا جایی که کوین توماس آمریکایی، یکی از منتقدان فیلم در اون زمان که تحلیل‌هاش همیشه در روزنامه ها بود، در مورد یوکو تاناکا میگه اون زن بسیار جذابیه که این فیلم رو به یک اثر خارق العاده تبدیل کرده. تاناکا بعد از اون نقش جنجالی نامزد جایزه بهترین بازیگر زن ژاپن میشه. تاناکا خیلی زود مشهور میشه و پوسترهاش با بدن برهنه و عکسهاش توی روزنامه‌ها به شدت فروش میره. تاناکا مسیر پیشرفت بازیگری که عمدتاً توی 15 سال باید میرفت رو توی 3-4 سال رفته بود. اما داستان از اینجا جالب میشه که سال 1983 تیزر سریال سالهای دور از خانه از تلویزیون ژاپن پخش میشه. سریالی که با حضور تاناکا به عنوان نقش اصلی اون رو خیلی جذاب کرد. چرا؟ چون مردم از تاناکا تصویرهای برهنه به خاطر داشتند. به خاطر همین تو سطح شهر دوباره تصاویر برهنه تاناکا دست به دست می شد و مخاطب با این دید به سراغ این سریال می اومد. اما کارگردان سریال اوشین نقش متفاوتی رو به تاناکا داده بود. کارگردان میگه ایده اول ساخته شدن اوشین نامه‌های یک زن فقیر ناشناس بوده که توی زندگیش به عنوان یک خدمتکار و فاحشه فروخته شده بود، ولی کارگردان میخواست با سریال سالهای دور از خانه به زنان بگه که شما میتونین کاری کنین که تو سخت‌ترین شرایط جامعه به چشم یک ابزار به شما نگاه نکنن و مثل مردها روی پای خودتون بایستید. برای همین اون تو این سریال از تاناکا استفاده جالبی کرد. تاناکا در این سریال نقش زنی رو داشت که از طرفی باید سختی‌های زیادی رو تحمل می‌کرد، مثل مرگ همسرش و مرگ اعضای خانواده‌اش، و از طرف دیگر باید کار می‌کرد و مراقب پیشرفت‌های شغلیش می‌بود. سریال سالهای دور از خانه در ژاپن و در دنیا معروف شد. در 68 کشور پخش شد و درآمد زیادی رو به سمت ژاپن آورد.
تو این سریال خبری از بدن برهنه تاناکا نبود و همچنین صحنه‌های جنسی جایی در این سریال نداشت. شخصیت اوشین با بازی تاناکا تبدیل به الگو برای زنان جهان شد، در حالی که از طرفی پوسترهای برهنه تاناکا همچنان دست به دست می شد. تاناکا بعد از بازی در نقش اوشین به مدت 7 سال هیچ سریال و فیلمی بازی نکرد. تاناکا نتونست عکس‌های برهنه‌شو از مجلات پاک کنه، اما تونست مسیر زندگیشو تغییر بده. اون بعد از چندین سال مجدد فعالیتش رو شروع کرد، اما با یک چهره جدید. سریال اوشین تونست زندگی تاناکا رو نجات بده. اون بعدها فیلم‌های زیادی بازی کرد و همیشه بازیگر موفقی بود، ولی هرگز به فیلم‌هایی مثل ادوپرم و تجاوز برنگشت. امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه. توی کامنت ها برام بنویسید شما درباره سریال اوشین چی میدونید و چه خاطره‌ای ازش دارید. اصلاً چیزی درباره‌اش شنیدید یا اون رو دیدید؟ برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کانال یادتون نره. امیدوارم تو ویدیوهای بعدی هم ببینمتون.